سلام، خیلی خوش اومدی به این دوره آموزش پایتون. من حسینم و قراره تو این سری ویدیوها با هم از صفر برنامه‌نویسی با زبون پایتون رو شروع کنیم. مهم نیست قبلا کد نویسی کردی یا نه. این دوره طوری طراحی شده که حتی اگه هیچ پیش زمینه‌ای نداشته باشی هم بتونی باهاش جلو بری و پله پله وارد دنیای برنامه نویسی بشی. اما بذار یه سوال بپرسم. چرا پایتون؟ چرا بین این همه زبون برنامه نویسی قراره با پایتون شروع کنیم؟ جوابش خیلی ساده است. پایتون یکی از ساده ترین، قابل فهم ترین و در عین حال قدرتمندترین زبان برنامه نویسیه. خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا مثلا گوگل، آمازون، اینستاگرام، ناسا و صدها تیم تحقیقاتی دانشگاهی از پایتون استفاده می‌کنن. از ساخت سایت گرفته تا تحلیل داده، یادگیری ماشین، اتوماسیون و حتی کنترل ربات‌ها، پایتون یه انتخاب فوق‌العاده است. و چیزی که پایتون رو از خیلی زبون‌های دیگه متمایز میکنه اینه که یاد گرفتنش خیلی راحت تره. سینتکسش یعنی شکل نوشتاریش طوریه که انگار داری یه جمله معمولی رو مینویسی، نه یه چیز عجیب و غریب کامپیوتری. خب توی این ویدیوی اول میخوام یه تصویر کلی از دوره بهت بدم. قراره با هم چی یاد بگیریم، چطور با هم پیش میریم و اصلا قراره تو پایان این دوره چه مهارت‌هایی داشته باشیم. قدم اول، نصب پایتون و آماده سازی محیط. اولین قدم اینه که پایتون رو نصب کنیم و محیطی که قراره توش کد بزنیم رو آماده کنیم. قراره درباره محیط‌های مختلفی مثل پایچرم، وی اس کد یا حتی جوپیتر نوتبوک حرف بزنیم و ببینیم کدومش برای شروع بهتره. البته سعی میکنم توی سیستم عامل‌های مختلف مثل ویندوز، مک، لینوکس هم روش نصب رو نشون بدم که هر کسی با هر سیستمی بتونه پیش بیاد. قدم دوم، آشنایی با مفاهیم پایه برنامه نویسی. بعد از نصب میریم سراغ مفاهیم پایه مثل متغیرها، انواع داده مثل عدد و رشته و لیست و این چیزا، عملگرها یعنی جمع و تفریق و مقایسه، دستورات شرطی مثل if else یه همچین چیزایی، حلقه ها یعنی تکرار کارها، مثلا وقتی میخوای یه لیست رو خط به خط بخونی، توابع و نحوه تعریفشون. اما اینا چیزایی هستند که تقریبا توی همه زبان‌های برنامه نویسی مشترکن، ولی ما با مثال‌های ساده تو پایتون یادشون میگیریم. قدم سوم، پروژه‌های کوچیک ولی کاربردی. همزمان با یاد گرفتن هر مفهوم یه پروژه کوچیک هم میزنیم تا اون چیزی که یاد گرفتیم بره تو ذهنمون بشینه. مثلا مینویسیم یه برنامه که یه عدد رو بگیره و بگه زوج یا فرده، یا یه ماشین حساب ساده، یا یه بازی حدس عدد، یا یه برنامه برای ذخیره و مدیریت اطلاعات کاربر. قدم چهارم، مفاهیم پیشرفته تر پایتون. وقتی مفاهیم پایه رو خوب یاد گرفتیم کم کم وارد بحث‌های حرفه‌ای تر میشیم، مثل خطاها و نحوه مدیریتشون، برنامه نویسی شیگرا، ماژول‌ها و پکیج‌ها، فایل خونی و فایل نویسی، مثلا خوندن فایل CSV، نوشتن تو فایل متنی و اینجور چیزا، و ساختار داده‌های پیشرفته مثل دیکشنری، مجموعه یا تاپل. قدم پنجم، آشنایی با کتابخونه‌های معروف پایتون. تو این مرحله دیگه تو به عنوان یک پایتون کار پایه محکم شناخته میشی. پس میریم سراغ یه سری ابزار فوق‌العاده که باعث میشن کارمون خیلی سریعتر و قوی‌تر بشن. مثلا کتابخونه‌های وب اسکریپتینگ، کار با فایل‌های اکسل، PDF یا عکس، ساخت API ساده با فلاسک، کار با دیتا و نمودار با پانداز و متپلاتلیب و غیره. اگه هیچ کدوم از این اصطلاحاتی که الان گفتم و متوجه نیستی یا نمیدونی، هیچ اشکالی نداره. قراره همه اینا رو بفهمیم. اینا رو من صرفاً دارم میگم برای کسایی که ممکنه آشنایی داشته باشن و بدونن دوره‌های ما چه چیزهایی رو در بر میگیره. هدف این بخش اینه که بفهمی وقتی گفتن ما از پایتون استفاده میکنیم یعنی چه ابزارهایی ممکنه توی اون پروژه درگیر باشن و چطوری باید یاد بگیری باشون کار کنی. و قدم نهایی اینه که چطور مسیر رو ادامه بدیم. آخر دورم درباره این حرف میزنیم که بعد از تمام شدن این سری ویدیوها چطور مسیرت رو ادامه بدی.
از چه منابعی استفاده کنی، چطور پروژه بزنی، چطور رزومه بسازی و حتی چطور برای موقعیت‌های کاری یا فریلنسری آماده شی. یه نکته مهم، هیچ دوره‌ای، تأکید میکنم هیچ دوره‌ای همه چیز رو بهت یاد نمیده، ولی این دوره قرار کاری کنه که ترست بریزه، دید کلی پیدا کنی، دستت به کد زدن راه بیفته و بدونی که از این به بعد چی رو کجا باید یاد بگیری. یادگیری برنامه نویسی سفره، نه یه مقصد، و پایتون یکی از بهترین جاها برای شروع این سفره. اگه تا اینجای ویدیو اومدی یعنی واقعا انگیزه داری یاد بگیری. پس این رو بدون که توی این مسیر تنها نیستی. من اینجام تا قدم به قدم باهات جلو بیام، با زبون ساده، با مثال، با تمرین و با پروژه‌ای که واقعا به دردت بخوره. پس اگه آماده ای بزن بریم.